همراهان عزیز ماهان ایساکو، سلام. امروز قصد داریم نحوه ثبت سفارش به صورت جزئی و عمده در سایت ماهان ایساکو رو به شما آموزش دهیم. ابتدا وارد سایت ماهان ایساکو شوید، روی دکمه حساب کاربری کلیک کنید، از اینجا روی ثبت نام کلیک کنید و اطلاعات خود را وارد کنید. بعد از ثبت نام در سایت، از قسمت جستجوی سایت در صفحه اصلی با تایپ نام کالا یا شناسه کالای مورد نظر خود را راحت و سریع پیدا کنید. در سایت ماهان ایساکو این امکان همزمان فراهم شده تا مشتریان عمده و جزئی بتوانند خرید خود را به راحتی انجام دهند. پس در صورتی که خریدار عمده هستید، عمده را انتخاب کنید و در صورتی که مشتری جزئی هستید، جزئی را انتخاب کنید. پس از انتخاب کالا و تعیین تعداد و نوع عمده یا جزئی بودن کالا را به سبد خرید اضافه کنید. در انتها برای تکمیل خرید در صورتی که سفارش شما جزئی باشد، آدرس و درگاه بانک انتخاب و سپس پرداخت کنید. در صورتی که آدرس ثبت شده ندارید، ابتدا آدرس را تکمیل کنید و سفارش در صفحه بررسی ارسال قرار خواهد گرفت. در صورتی که سفارش شما به صورت عمده باشد، ابتدا سفارش ثبت می‌گردد و سپس توسط مدیریت سایت بررسی می‌شود. بعد از تایید سفارش وارد پنل کاربری خود شوید و به قسمت سفارشات و جزئیات سفارش مراجعه کنید. از آنجا نسبت به پرداخت هزینه اقدام کنید. در صورت نیاز به راهنمایی حتما با ما تماس بگیرید.